خب سلام دوستان، توی این ویدیو قراره که تکنولوژی مربوط به انواع نمایشگرها رو با هم دیگه بررسی کنیم. LCD ها و OLED ها که هر کدوم هم انواع مختلفی دارن. ممکنه اسامیشون رو تو این سال‌ها زیاد شنیده باشید. AMOLED، داینامیک AMOLED، سوپر رتینا و انواع اسامی که شرکت‌های سازنده از اونها استفاده می‌کنن برای طراحی دیوایس‌هاشون. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشین تا یه بررسی دقیق و کامل داشته باشیم و تفاوت تکنولوژی‌ها رو با هم دیگه بتونیم بهتر متوجه بشیم. این نکته رو همین ابتدا خدمتتون عرض بکنم برای اینکه ما بتونیم به صورت یه مقدار بیسیک و پایه‌ای‌تر اصلا بدونیم که LCD ها با OLED ها چه تفاوتی دارن. بعداً OLED ها چیکار کردن که داینامیک رنج، برایتنس، تعداد پیکسل ها در اینچ، زاویه دید، همه اینا بهبود پیدا کرد، چه تفاوتی اومدن ایجاد کردن. برای اینکه بتونیم ما اینو متوجه بشیم لازمه که یک بار پروسه ساخت LCD ها رو از ابتدا با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم که چند لایه دارن، چه پروسه‌ای طی میشه تا پیکسل نهایی ساخته میشه. خب بریم سراغ LCD ها. ببینید به دو صورت کاراکتری و گرافیکی تو بازار عرضه میشن. کاراکتری ها همونایی هستن که تو ابزارهای قدیمی زیاد میدیدید، مثل ماشین حساب ها. هنوز هم مورد استفاده خیلی از شرکت ها قرار میگیرن برای تولیداتی که نیاز به مصرف انرژی کم و قیمت نهایی مقرون به صرفه تر داره. ولی ما تو این ویدیو می‌خوایم نوع گرافیکیش رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. گرافیکی هم دو دسته دارن، یکی گرافیکی ساده و TFT، یعنی اکثرا تو این دو دسته تولید میشن. TFT یا همون تین فیلم ترانزیستور به این معنیه که اومدن تو یکی از لایه‌ها از ترانزیستورهای کوچکی استفاده کردن که مستقیما با لایه کریستال مایع در ارتباطه و رفرش ریت یا نرخ نوسازی ما رو به شدت افزایش میده. در ادامه بیشتر بهتون توضیح میدم که دقیقاً ترانزیستورها دارن چیکار میکنن. خب بریم لایه‌ها رو سریع بررسی بکنیم. ببینید یه بکلایت ما داریم. LCD ها یا نمایشگرهای کریستال مایع برای اینکه بتونن پیکسل نهایی بسازن حتما به نور پس زمینه احتیاج دارن. برای تولید این نور پس زمینه اوایل میومدن از لامپ‌های فلورسنت استفاده میکردن که خب به صورت خطی اینا زیر هم قرار میگرفتن و نور پس زمینه رو میساختن. بعداً اومدن از پنل‌های LED استفاده کردن. اگر یادتون باشه یه زمانی به LCD هایی که از پنل LED در بکلایت استفاده میکردن LCD LED میگفتن، یا به اختصار بعضی مواقع اصلا میگفتن LED، که خب ممکن بود بعضی از خریداران این تکنولوژی رو با OLED ها اشتباه بگیرن. ببینید LCD ها چند لایه دارن. من این لایه ها رو دونه دونه خدمتتون عرض میکنم، بعد برمیگردم یه مقدار کاملتر بهتون میگم دقیقاً وظیفه هر لایه چیه. خب اولین لایه که لایه بکلایت ما بود و نور سفید رو از خودش ساطع میکرد، عرض کردم یا از لامپ‌های فلورسنتی استفاده میکردن یا از LED. بعدش یه دیفیوزر میذاشتن که نور رو صاف و یک دست بکنه. من این لایه‌ها رو دونه دونه اسامیشون رو خدمتتون عرض میکنم و بعد برمیگردیم مجددا بهتون یه مقدار کاملتر توضیح میدم که دقیقاً تو هر لایه چه اتفاقی افتاده و بعد از اون که OLED ها رو بررسی کردیم بدونیم که برداشتن هر لایه چه مزیتی رو تونسته تو OLED ها ایجاد بکنه. خب تا اینجا اومدیم که نور از لایه بکلایت ساطع شده، بعدش با یه دیفیوزر مواجه شده که صاف و یک دست شده. بعد از اون ما لایه فیلتر پولاریزه افقی رو داریم. بعد از فیلتر پولاریزه یک لایه TFT رو داریم. تو این ویدیو من عرض کردم خدمتتون ما داریم راجع به LCD های TFT صحبت می‌کنیم. پس بعد از فیلتر پولاریزه یک لایه فیلتر TFT داریم که با قسمت بعدیش که مهمترین قسمت توی LCD ها هست، یعنی بخش کریستال مایع، مستقیما در ارتباطه. نور از این دریچه هم عبور میکنه، دو مرتبه توسط فیلتر RGB رنگ‌های مختلف، یعنی مؤلفه رنگ‌های مختلف استخراج میشه. دو مرتبه یه لایه فیلتر پولاریزه و در نهایت پیکسل نهایی ساخته میشه. حالا برگردیم من این مراحل یه مقدار کاملتر بهتون توضیح بدم. عرض کردم دونستن این مراحل بسیار بسیار حائز اهمیته. اگر ما ندونیم چه اتفاقی میفته نمیتونیم با OLED ها مقایسهش بکنیم. نور که از لایه اول خارج میشه توسط یه دیفیوزر پخش میشه. همیشه تو دنیای الکترونیک هر جا اندازه‌گیری نور برای ما مهم باشه از یه لایه دیفیوزر استفاده میکنیم و بعد توسط چند فیلتر هی محدودترش میکنیم، به خاطری که ما بتونیم به شدت نوری عدد بدیم. از بین 0 تا 255 در LCD ها میان به شدت نور یه عددی رو میدن و تعیین میکنن که حالا شدت نور چقدر هستش. خب بعد از اینکه نور از لایه دیفیوزر عبور کرد توسط فیلتر پولاریزه فقط یک مؤلفه از نور عبور داده میشه، به خاطر اینکه تشعشعات اضافی باید حذف بشه و درصد خطا بیاد پایینتر. خب اینجا دیگه بخش اصلی ماست، یعنی ما فیلتر پولاریزه اول پشت سر گذاشتیم، میرسیم به TFT ها. به این شکل دقت بکنید. ببینید چرا میان برای هر پیکسل تو LCD ها از 3 تا ترانزیستور استفاده میکنن. در واقع کریستال مایع یه خاصیتی داره که مولکول‌های سازندش در حالت اولیه به صورت صاف و یک دست کنار هم دیگه قرار گرفتن، مگر اینکه توسط یک عامل خارجی تحریک بشن. وقتی که به صورت اولیه صاف و یک دست کنار هم وایسادن مانع از خروج نور بک‌گراند از این لایه میشن. وقتی هم که ما میایم توسط ترانزیستور هر کدوم از این مولکول‌ها رو تحریک میکنیم به میزان شدت اون پالسی که
از ترانزیستور القا میشه به هر کدوم از مولکول‌های کریستال مایع، یه حالت اورینتد اینا به خودشون میگیرن و به میزان چرخششون نور از این دریچه عبور پیدا میکنه. در واقع کارت گرافیک دقیقاً میدونه که به کدوم ترانزیستور چه پالسی رو اعمال بکنه که در نهایت کدوم یک از مولکول‌های کریستال مایع تحریک بشن و چه میزان نوری از این مرحله عبور پیدا بکنه. در بخش بعدی ما کالر فیلتر یا فیلتر RGB رو داریم. در واقع هر کدوم از پیکسل های فیلتر RGB ما از 3 تا نور، یعنی 3 تا فیلتر جداگونه ساخته شدن: سبز، قرمز و آبی، که میان مؤلفه مربوط به رنگ خودشون رو از نور سفید استخراج میکنن. ببینید تا اینجا ما هنوزم نور اون سفیده، نور بکلایت رو داریم. در واقع لایه کریستال مایع که گفتم اصلی ترین نقش رو در پروسه ساخت این LCD ها ایفا میکنه، کارش اینه که شدت نور رو تنظیم کنه، درست مثل یک دریچه عمل میکنه، بسته به میزان پالسی که داره از ترانزیستورها میگیره حالت اورینتد به خودش میگیره و به همون میزان نور رو از خودش عبور میده. حالا هر 3 تا مولکول کریستال مایع که هر کدوم با یک ترانزیستور در ارتباطن تشکیل یک پیکسل رو میدن، به این ترتیب که هر کدوم از اینا مقابل یکی از این رنگ ها قرار میگیرن. این رنگ های، این فیلتر رنگی آبی، قرمز، سبز میاد مؤلفه رنگ مربوط به خودش رو از نور سفید استخراج میکنه و میده به فیلتر پولاریزه آخر، یعنی 2 مرتبه نور محدود میشه. شدت نور، برایتنس ما به شدت 2 مرتبه اینجا کاهش پیدا میکنه. دلیل اینکه میان از 2 مرحله فیلتر پولاریزه استفاده میکنن، مخصوصا در مرحله آخر، اینه که رفلکشن داخلی به شدت کاهش پیدا کنه. ببینید وقتی شما گوشیتون رو میگیرید زیر نور آفتاب، خب همونطور که نور داره از LCD به سمت خارج ساطع میشه، از دنیای خارج هم میتونه نور بگیره و این میتونه توی رنگ ها تاثیر بذاره. توی رنگ های فیلتر RGB به شدت میتونه تاثیر بذاره. میان از فیلتر پولاریزه در مرحله آخر استفاده میکنن تا میزان رفلکشن داخلی به شدت کاهش پیدا بکنه. به این نکته هم توجه بکنید. ببینید فیلتر RGB در واقع نمیاد رنگ ها رو با هم دیگه ترکیب بکنه. علت این که ما این 3 تا رنگ رو یک رنگ میبینیم اینه که فاصله ما نسبت به نمایشگر بسیار زیاده، البته نسبت به اندازه کوچیک پیکسل. به خاطر همین ممکنه شما به عنوان مثال اگه گوشی تلفن همراهتون رو ببرید زیر یک میکروسکوپ، دقیقاً RGB رو مشاهده بکنید، یعنی دقیقاً رنگ‌های آبی، قرمز و سبز رو، حتی میزان و شدتش رو هم زیر میکروسکوپ میتونید به راحتی مشاهده بکنید. حالا بریم چند تا از تکنولوژی‌هایی که وابسته به نمایشگرهای کریستال مایع هستن رو مورد بررسی قرار بدیم. این 3 تا تکنولوژی که خدمتتون الان می‌خوام عرض کنم زیر مجموعه TFT ها هستن. اولیش TN که اوایل زیاد مورد استفاده قرار می‌گرفت به دلیل نرخ نوسازی بسیار بالایی که بین انواع LCD ها داشتش، اما معایب بسیار زیادی داشت. مثلا زاویه دیدش خیلی کم بود. اوایل بیشتر در دیوایس هایی که مربوط به گیمینگ بودن مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی به دلیل معایب زیادی که داشت بعداً اومدن IPS ها رو زدن. IPS زاویه دیدش افزایش داشت ولی بازم نرخ نوسازی یا رفرش ریتش به اندازه TN ها نبودش، ولی کیفیت خروجی به مراتب بهتر شده بود. بعد از IPS یه تکنولوژی دیگه هم اومد. این 3 تا تکنولوژی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفتن، مگر تکنولوژی بسیار زیادی از LCD ها اومده بود تو بازار که خب مصارف گوناگونی داشت، ولی ما اکثرا با یکی از اینها روبرو می‌شدیم. بعد از IPS اومدن VA رو زدن که اومده بود برخی از امکانات هر کدوم از TN و IPS رو به خودش گرفته بود. یعنی VA اومده بود یه مقدار رفرش ریت رو از IPS بیشتر کرده بود و از اون ور اومده بود زاویه دید رو از TN بیشتر کرده بود، ولی باز هم نسبت به این دوتا نرخ نوسازی یا زاویه دیدش کمتر بودش. خب این شد پروسه ساخت LCD ها. حالا بریم سراغ OLED ها، ببینیم چه تغییراتی ایجاد کردن که تونسته بهره وری رو به شدت افزایش بده، یعنی کنتراست و میزان شدت نور، همون برایتنس و حتی تعداد پیکسل ها در اینچ و بقیه امکانات و فیچرها رو افزایش بده و انواع مختلفی ازش ساخته بشه. در واقع OLED به معنی ارگانیک LED هستش، یعنی به جای اینکه بیان از لایه کریستال مایع استفاده بکنن، اومدن از LED های کوچیک استفاده کردن. اینجا اومدن بکلایت رو حذف کردن، در واقع یعنی هیچ نیازی به بکلایت نیستش. از اون برم بخش مربوط به کریستال مایع رو کلا حذف کردن، دیفیوزر حذف شده، لایه‌های اضافی حذف شده، ضخامت کمتر شده، فلکسیبیلیتی به شدت افزایش پیدا کرده به همراه یک سری فیچرهای دیگه که در ادامه بهتون بیشتر توضیح میدم. ببینید ساختار اولد ها به این شکله که اول از یه سابستریت استفاده میکنن، بعدش یه هیت سینک میذارن، بعد از هیت سینک پنل LED رو ما داریم. به این دلیل میان از هیت سینک استفاده میکنن که خب ممکن دمای LED ها افزایش پیدا کنه. خاصیت LED اینه که به دلیل رفرش ریت بالایی که داره، یعنی نرخ نوسازی بالایی که داره و در طولانی مدت ممکنه که دماش افزایش پیدا کنه. میان از یه هیت سینک استفاده میکنن. 2 مرتبه فیلتر RGB رو اینجا هم داریم، بعد فیلتر پولاریزر رو داریم و در نهایت تصویر نهایی شکل میگیره. در اولد ها هر LED
به صورت مستقیم یک پیکسل رو تشکیل میده. خب اگر دقت کنیم می‌بینید تعداد لایه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده، نور بک‌گراند ما نداریم، بخش کریستال مایع رو حذف کردن، به خاطر همین ضخامت به شدت کاهش پیدا کرده و ضخامت کمتر و لایه‌های کمتر امکانات بسیار بیشتری رو، یعنی دست سازنده رو بسیار باز میکنه برای اینکه بتونن فیچرهای بیشتری به این تکنولوژی اضافه بکنن. به عنوان مثال تعداد پیکسل ها در اینچ رو افزایش میدن، کنتراست افزایش پیدا میکنه. ببین یکی از دلایلی که تو اولد ها کنتراست به شدت افزایش پیدا کرده اینه که زمانی که در قسمتی از تصویر بخوان نور مشکی رو نمایش بدن، میان LED مربوط به اون قسمت رو خاموش میکنن و رنگ مشکی به شدت غلیظتری در خروجی ظاهر میشه و کنتراست به شدت افزایش پیدا میکنه. وقتی یک مؤلفه بهبود پیدا میکنه، خب مسلما روی بقیه مؤلفه‌ها میتونه تاثیرگذار باشه. به عنوان مثال داینامیک رنج ما خیلی میتونه افزایش پیدا کنه. اگر نمیدونید داینامیک رنج چی هستش، من تو سایت استوریاب در بخش استورمگ یه ویدیو کامل راجع به داینامیک رنج ها ضبط کردم و امیدوارم که حالا براتون مفید بوده باشه. حالا بریم چند تا از مزایا و معایب اولد ها نسبت به LCD ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببین توضیح اولد ها رو وقتی مزایاش رو بهتون بگم بهتر میتونیم متوجه بشیم که خب چه تغییرات اساسی داشته. اولیش این که برایتنس به شدت افزایش پیدا کرده، به این دلیل که هر LED مستقیما یک پیکسل رو میسازه و کانفیگ بهتری بین پیکسل نهایی ساخته شده با LED و کارت گرافیکی وجود داره، کاملا تحت کنترل کارت گرافیکه، به خاطر همین برایتنسش به شدت افزایش پیدا میکنه و همینطور داینامیک رنج یا محدوده دینامیکی افزایش داشته. از یه طرف سازنده های تکنولوژی اولد ادعا میکنن که این تکنولوژی با محیط زیست هم سازگارتره، یعنی یه تکنولوژی تجدیدپذیر هستش. و بعد از اون یکی دیگه از مزایاش اینه که زاویه دیدش هم به شدت افزایش داشته، به دلیل خاصیتی که LED ها دارن در تکنولوژی اولد. زاویه دید در نهایت به شدت افزایش داشته و خب زیر نور خورشید میتونه تصویر بهتری به ما ارائه بده. حالا بریم سراغ معایبش. ببینید دو تا ایراد خیلی اصلی و مهم داره. یکی اینکه قیمت نهاییشون خیلی بیشتر میشه، یعنی دیوایس هایی که میان از این تکنولوژی استفاده میکنن به مراتب گرونتر هستن. و ایده دیگه هم اینه که در طول زمان ممکنه که دچار خرابی بیشتری بشه. اصطلاحاً بهش میگن پیکسل سوختگی. این LED ها ممکنه که بعد از یه مدت استفاده زیاد دچار خرابی بشن. خب بریم سراغ اولد ها و تکنولوژی های مربوط به اولد هم چند تاشو خدمتتون توضیح بدم. اولین تکنولوژی که میخوام بهتون بگم AMOLED یا Active Matrix OLED هست. در واقع اومدن همون کاری که توی TFT های LCD انجام میدادن اینجا کپی برداری کردن، یعنی اومدن به هر LED یه ترانزیستور با یه خازن جداگونه دادن برای اینکه رفرش ریت افزایش پیدا کنه. یادتون باشه هر جا عبارت TFT رو شنیدید مستقیما با نرخ نوسازی و رفرش ریت در ارتباط هستش، به این دلیل که ترانزیستور یک نیمه هادی بسیار سریعه و میتونه سرعت شارژ و دشارژ خازن ها رو به شدت افزایش بده. و زمانی که میان برای هر LED در اولد ها و یا برای هر مولکول در LCD ها از ترانزیستور جداگونه استفاده میکنن، خب این باعث میشه که نرخ نوسازی به شدت افزایش پیدا کنه، یعنی تصویر خروجی ما دچار لگ بسیار کمتری بشه. پس در آمولد ها اومدن ترانزیستورها رو اضافه کردن برای نرخ نوسازی بیشتر. یه مدل دیگه هم داره به نام PMOLED یا Passive Matrix OLED که برخلاف آمولد نیومدن برای هر LED از یک ترانزیستور جداگونه استفاده کنن و به خاطر همین رفرش ریت به شدت سرعتش کمتره، یعنی نرخ نوسازی به شدت پایینتره و قیمتش هم ارزونتره. مدل بعدی POLED هست یا Polymer OLED که اومدن به جای صفحه شیشه‌ای از پلاستیک استفاده کردن، به این دلیل که بشه خمیدگی بیشتری بهش داد و فلکسیبیلیتی یا قابلیت انحنای بیشتری بتونن به نمایشگرها بدن. خب اینا تکنولوژی‌های بیسیک اولد بودن. بریم چند تا از پیشرفت‌هاش هم با هم دیگه بررسی بکنیم. اولیش مال سامسونگ بود، یعنی مربوط به شرکت سامسونگ بود، به نام داینامیک آمولد که تو این تکنولوژی محدوده دینامیکی به شدت افزایش پیدا کرده بود. همینطور میزان کنتراست، تعداد پیکسل ها در اینچ هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. بعد از اون مجدد اومدن داینامیک آمولد 2X رو ارائه دادن که از مدل قبلی هم باز بهتر شده بود، یعنی محدوده دینامیکی باز هم افزایش داشت و میزان برایتنس یا همون درخشندگی نور، کنتراست، همه اینا یه مقدار ارتقا پیدا کرده بود تا حدی که HDR10 البته توی داینامیک آمولد هم HDR10 ساپورت میشد، ولی در مدل 2X یه مقدار کیفیت رنگ ها ارتقا پیدا کرده بود و محدوده دینامیکی هم افزایش داشت. مدل دیگه به نام سوپر آمولد بود، یعنی همون آمولدی که از TFT ها استفاده میکرد این بار اومده بودن سرعت تاچش رو افزایش داده بودن. لایه‌ای که مربوط به تاچ بود رو با پنل اصلی یکی کرده بودن، به خاطر همین
عکس العمل صفحه نمایشگر نسبت به تاچ بیشتر شده بود و سرعت افزایش پیدا کرده بود. حالا بریم سراغ رتیناهای اپل. ببینید عبارت رتینا به معنی شبکیه چشمه و یه تکنیک بازاریابی توسط اپل، به این معنی که تعداد پیکسل ها در این به شدت افزایش داشته و شما نمیتونی با چشم به صورت غیر مسلح پیکسل ها رو مشاهده بکنی. رتینا هم تو LCD ها مورد استفاده قرار گرفت، هم توی OLED. در LCD ها همون رتینا بهش میگفتن، ولی تو OLED که اومد یه مقدار تعداد پیکسل ها در اینچ که واحدش همون PPI هستش افزایش داشت و بهش گفتن سوپر رتینا، که خب سوپر رتینا هم مجدد یه پله ارتقا پیدا کرد به نام سوپر رتینا XDR. این کلمه XDR هم به معنی Extreme Dynamic Range، یعنی محدوده دینامیکی بازم افزایش داشت که میتونست از HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی بکنه. و در واقع هر سال تکنولوژی های جدیدی بر پایه LCD ها و OLED روانه بازار میشن. من بیشتر هدفم تو این ویدیو این بودش که بیایم به صورت یه مقدار ریشه‌تر و بیسیک تفاوت LCD ها یعنی فرایند ساخت LCD ها رو بررسی بکنیم، بعد با OLED ها مقایسه بکنیم که بعداً اگر حالا تکنولوژی مربوط به هر کدوم از این دو تکنولوژی اصلی به گوشمون میخوره، یعنی مدل های مختلف که مربوط به هر کدوم از این تکنولوژی ها میشن اسامیشون به گوشمون میخوره، دقیقاً بدونیم که چه تغییراتی داره ایجاد میشه و حتی در سال آینده پیش بینی بکنیم که چه تغییراتی میتونه ایجاد بشه. به عنوان مثلا سامسونگ اومده لایه فیلتر پولاریزر رو در تکنولوژی EC OLED اگر اشتباه نکنم حذف کرده، به خاطر همین مصرف انرژی تا 22% کاهش پیدا کرده و برایتنس تا 33% افزایش. یعنی اومده با برداشتن فیلتر پولاریزر، حالا با تمهیداتی که ایجاد کرده، تغییراتی که داده، اومده این فیلتر رو حذف کرده، به خاطر همین برایتنس به شدت افزایش پیدا کرده و مصرف انرژی رو کاهش داده. که خب عرض کردم خدمتتون این فیلتر پولاریزر به این دلیل که میومد یک مؤلفه از سیکل عبور میداد، نور پس زمینه رو میومد محدودترش میکرد، باعث میشد که میزان مصرف انرژی بالاتر بره، به خاطر که نور پس زمینه حالا در OLED ها نور LED ها باید بیشتر تابیده میشد، در LCD ها هم نور پس زمینه نیاز بود که بیشتر تابیده بشه تا در نهایت ما درخشندگی مناسبی رو داشته باشیم. حالا فرض کنید که هم برایتنس افزایش پیدا کرده، هم میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کرده. اولین گوشی هم که اومده از ECO OLED استفاده کرده که جدیدترین تکنولوژی سامسونگ هست، گوشی گلکسی Z Fold 3 هست که فقط فعلا این گوشی اومده از این تکنولوژی استفاده کرده. یکی از دلایل دیگه‌اش هم میتونست این باشه که به دلیلی که یه لایه دیگه هم حذف شده، خب قابلیت انحنا و فلکسیبیلیتی افزایش پیدا کرده و میتونن بیشتر خمیدگی بیشتری به گوشی بدن. ولی خب میگم روی مصرف باتری و برایتنس به شدت تاثیرگذار بوده. و ببینید به صورت کلی هر ساله مدل‌های مختلف و تکنولوژی‌های مختلفی به بازار عرضه میشن که تکنولوژی هر کدوم از اینها یا وابسته به OLED هست یا به LCD ها. من تو این ویدیو سعی کردم به صورت بیسیک یه بار بیایم اول LCD ها پروسه ساختش رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد با OLED ها مقایسهشون کنیم و معایب و مزایای هر کدوم ببینیم چی هستش که درک عمیق‌تری نسبت به تفاوت‌های هر کدوم داشته باشیم. خب مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگر ویدیو رو لایک نکردید لطفاً لایک بکنید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو با ما در اشتراک بذارید. وبسایت استوریاب به نشانی storyhub.com رو هم فراموش نکنید. در واقع شما تمامی محصولاتی که قصد خرید اونها رو دارید میتونید در سایت استوریاب از بهترین فروشنده با کمترین قیمت خریداری بکنید. تمامی محصولات هم روزانه آپدیت میشن. شما میتونید با خیال راحت با فروشنده مربوطه تماس بگیرید و از بهترین فروشنده، یعنی از پیشنهاداتی که بهتون میشه از بهترین فروشنده با کمترین قیمت محصول مورد نظر رو خریداری بکنید. در بخش استورمک هم که تمامی محتواهای ویدیویی به همراه مقاله اونها منتشر میشه به صورت خیلی کاملتر، میتونید اونجا مراجعه بکنید و انواع ویدیوها در مورد تکنولوژی های مختلف رو اونجا مشاهده بکنید. استورمک رو حتما دنبال کنید. کانال یوتیوب، پیج اینستاگرام و آپارات ما به نشانی استورمک هست. مرسی که از ما حمایت میکنید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشین. فعلا خدا نگهدار.